بخارای شریف فرزندهای فرزانه را به کمال رسانده است که با سعی کوشش، علم و دانش و توانایی خود در رشد رونق ساحه‌های گوناگون مملکت موقع مناسب را اشغال کردند. مختار اشرفی، مصطفی بفایف برین پروردگان این دیار کهن آهنگسازانی می باشند که بر رشد موسیقی ملی و جهان خدمت‌های بسزا کردند. در کنسرواتوری دولتی ازبکستان با همکاری وزارت فرهنگ و اتحاد بسته‌کاران بخشیده به 75 سالگی کمپوزیتور و دیریژور معروف مصطفی بفایف شبنشینی ایجادی برگزار شد. من از ابتدای سالهای 90 عصر گذشته ایجادیات آهنگساز ورزیده، آهنگساز بسیار مشهور ازبکستان، نه فقط ازبکستان بلکه منطقه، مصطفی بفایف را مشاهده کرده می آیم. اول سرودهای عادیشان بر شعرهای کلاسیکان ادبیات فارس، تاجیک و ادبیات ازبک ایجاد نموده بودند، با آنها توجه ظاهر کرده بودند. بعد به لابراتوری این آهنگساز سرمحصول نظر انداخته تحلیل کنم، مصطفی بفایف یکی از سرمحصول ترین آهنگسازان ازبکستان به شمار می روند. از سال 1975 در همان یک کنفرانس بین المللی که در سنت پترزبورگ برگزار بود، اثر اولینشان بخشیده به غزلیات میر علیشیر نوایی سزاوار جای اول شده است. عموما ایجادیات مصطفی بفایف را همچون آهنگساز به ادبیات کلاسیکی هم فارسی هم ادبیات ازبک تصور کردن ممکن نیست. خصوصا مصطفی که بیش از 10 اثر خود را به علیشیر نوایی بخشید. سیمفونیشان یکی از سیمفونی سیومشان حالات علیشیر نوایی نام دارد. اثری آخرینی که به خریبی نخست نمایش در تئاتر به نام نوایی برگزار گردید نیز بر اساس خمسه علیشیر نوایی ایجاد شده است و اپرا و بالت نام دارد. جهت خاصترین ایجادات آهنگساز مصطفی بفایف از آن عبارت است که اون از دستاوردهای بهترین موسیقی جهان را با موسیقی ملی ازبکان و تاجیکان پیوسته آمیزش داده بسیار اثرهای دلنشین ایجاد کردند. در اثرهای مصطفی بفایف هم رباب، هم ارگن، هم نی، هم فلیت، تمام این دردانه های صنعت دنیا صدا می‌دهد. استاد کنسرواتوری ازبکستان موسیقی‌شناس اینس گلزارова به شبنشینی حسنی افتتاح بخشیده گفت که ایجادات ارباب خدمت نشان داده صنعت ازبکستان، لوریت مکافات‌های دولتی، دارنده اردن‌های فداکاران خدمتلر üçün و مهنت شهرت مصطفی بفایف در مدنیت موسیقی پدیده نو می باشد. مصطفی بفایف هم کورس ما برابر کنسرواتوری دولتی به نام مختار اشرفی ما ختم کردیم. همون وقت معلوم بود این کسا کمترین بودگیشون، کم سخن کردن، ایجادهای جدا مشهور نه فقط به ولایت‌های ازبکستان بلکه به تاجیکستان هم اثرهای بالت و اپرا سیمفونیا نوشته. این کس جدا مایه خوشنود کردگی. مصطفی بفایف امروز 21 عصر به مشهور اثرهای غزلهای جدا هم به معنی، غزلهای خوش دلخوشی به غزلهای بتون از برای پدر و مادر جدا هم از برای بچه های مایده اثرهای جدا هم خوب دارند و ما فخر میکنیم که این کس فرزند بخارا شده در تاشکند زندگانی میکنند. نه فقط به ازبکستان، چند دولت های خارج به هم مشهور شدن. سیمفونی اثرهاشون کتی غزل و اشعاره های جدا هم خوب کتیم با خوشنود کرده خرسند میکنند. مصطفی بفایف عمر دراز میطلبم، صحت سلامتی میطلبم. صنعت ازبکستان و تاجیکستان با این کس خدمت میکنن. میخواستم که سربلند شون و موفقیت های کلام بم، من در این کس تمنا دارم.
در حقیقت مصطفی بافایف وقتی که به آموزشگاه موسیقی بخارا داخل شد چی بودن این نوت را نمیدانست، اما موسیقی را دوست می داشت. بعدتر در کنسرواتوار تحصیلی علم کرد و با دلبرداری و دستگیری مطل برخانف از نو اسرار این فن را آموخت و نهایت مهنت چندین ساله او ثمره خود را دادند. استاذ در موسیقی هم ملی هم اکادمیکی ملی ازبکستان موسیقیش با خودشون مهنتشان کته علاهده جای گرفتگی کمپوزیتور هستند. این کس یگان تا ژانر موسیقی نیست که این کس در همون موسیقی بسته نکرده باشند. کمپوزیتور هم در اکادمیک موسیقی چالغو همین برابر ای وکال موسیقی ساحش بسیار اثرها این کس نوشتن، خصوصا ایجاد علیشیر نوایی به بسیار این کس مراجعت کردگی. بعد بخارای شریف مسئلهش به مهر، محبت، انسانی مناسبت ها مسئلهش به بسیار اثرها نوشتگی کمپوزیتور هستند. استاد اگر ایجادشان به نظر کنیم اساسا اون کس فلسفی یونالش به ایجاد کردگی کمپوزیتور هستند. همون برای هم این کس اثرهاشان از سرحدهای ریسپوبلیکا برآمده بتون در جهان پخش شدگی اثرها هست. چه که دیگه ملت ها هم این اثرها تنش این اثرها بسیار نزدیک است. همون برای ما استاد ما کتی فخر میکنیم. استاد ما با کلان اثرها نوشتنشونه ما خواهش داریم. نخستین اثری بافایف که برای کامری ارکستر نوشته است سه رقص نام دارد. وقتی آهنگسازان با آن شناس شدند به خلاصه آمدند که به عالم موسیقی شخصی مناسب، استعدادناک و توانا وارد شده است. مصطفی بافایف از اولین آهنگسازان می باشد که ارزش‌های ملی و جهانی موسیقی را به هم آمیخته است. او مؤلف بیش از 10 اثر صحنوی، سیمفونی، اراتوریا، بالت و سرودها می باشد. این کس که کمپوزیتور مصطفی بافایف یک دخلشون سبب این کس اثرهاشون اگر حاضر فکر کنیم اگر آذربایجان با اجرا میکنن دائمی طرز با حتی کنکورس‌های آذربایجان با اثرهای اجرا میشود. ژاپنیا با امریکا با گرمانیا با دنیا چندین مملکتاش با عیناً همین اثرهای مصطفی بافایف اجرا میکنن که این نه فقط آبروی مصطفی بافایف، فکر من است که این جمعی که خلقی خدا آبرویش حساب می‌یابد. این کس کمپوزیتور صفتش به گفتن اگر این کس قهرمان کمپوزیتور، این کس جسور کمپوزیتور. یعنی ازبکستان با بسیار مور ژانرها این کس یک سر کرده است. از این کس پیش وای ژانر با هیچ کس دست نرسانده است و وای به ایجاد نکرده است. این کسی جسورش من کاری مونده نکرد. بعد این کسی اثرش را فهمیده کرد بسیار آدم راحت میکند. از اثرهای این کس خود گویا که خلق دلش بگی اثرها آموزشی باید بسیار فارم اثر میزنند. من میخواستم که مصطفی بافایف اله 120 پدرانو تا همجه قلمشون تیز شدن گردو اثرهاشون باز از اینم بلند پرواز شد خودشون هم سر بلند شده کرد. مهمانان شبنشینی اعتراف کردند که سیمفونی کامری دویم که از 3 قسم عبارت است نقطه بلندترین ایجادات او شماریده می شود. کمپوزیتورهای نامی آن زمان اولوبک موسایف، کمپوزیتور آذر میلیکوف، ترک عدنان سایگون اعتراف نموده بودند که آن همچون دستاورد بی‌نظیر ایجادکار است. مؤلف گیمن دولتی مطل برخانف باشد سیمفونیا را جوهر نایابی مخزن موسیقی ازبک نامیده بود. مصطفی بافایف
در سطح جهانی آهنگسازی شناخته شده است. کنسرت‌های مصفا در توکیو، شهرهای ترکیه، در وین، برلین و اون کس چند وقت در امریکا کنسرت‌های عجایب خود را به مخلصان موسیقی زمانوی ازبکستان حواله نمودند و اون کس اعتراف از طرف آهنگسازان امریکا شد که اون کس را به تشکیلات اسکپ، یکی از تشکیلات‌های بانفوذترین دنیا پیرامون موسیقی هست، اعضا نمودند. مصطفی بافایف همچنین انسان بسیار انسان خاکی است. از سبب آنکه بسیار کتاب میخوانند، ادبیات رو میخوانند، زبان رو نقض میکنند. مصطفی بافایف اثرشان در تاجیکستان در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد صدردین عینی بسیار صدا میدهد. کفایه است گفتن است که بر اساس لیبرتوی نظام قاسم، شاعر نظام قاسم، مصطفی بافایف دو اثر را اونجا به صحنه گذاشته اثرشان. یکیش با ابو علی بن سینا نام دارد، دیگرش با باربد مروزی. گفتم ممکن است که ما موسیقی این زمان را به مصطفی بافایف عموما تصور کرده امر محال است. در آخر سخنم باید بگم که از آهنگسازی بازم بزرگتر متوکل برهانوف پرسیده بودم که استاد شما آیا در این دنیا از حیاتتان ارمان دارید؟ گفته بودن که من یک ارمان دارم، اگر به دنیا اثر نو بیایم با مصطفی بافایف شاگرد میشدم. این فکر من باهای عالی‌ترین نسبت به این صاحب جشن که امروز ما با شکوه در اینجا در زل کنسرواتوار و در سطح جمهوری جشن میگیریم، تجلیل میگیریم. در برآمد خود رئیس اتحاد آهنگسازان رستم عبداللهیف تاکید کرد که مصطفی بافایف از جمله کمپوزیتوران است که همیشه در سعی و حرکت و جستجو است. کشف نمودن صحیفه نوی موسیقی برای او وظیفه نه بلکه احتیاج قلب می باشد. Ustoz san'atkor O'zbekiston san'at arbobi Mustafa Bafoyev professor domlamiz, bizni hamkasbimiz. Men juda ham xursandmanki, doim bizni O'zbekiston davlat konservatoriyasi kompozitorlik kafedrasida shunaqangi bir o'zini ijodi bilan, o'zini mehri bilan, umuman musiqaga bo'lgan mehri bilan, musiqiy tili bilan o'z o'rniga ega bo'lgan shunchalik professor inson, tajribali inson, ustoz inson borligidan juda ham mamnunmiz. Mana bugun ularni tavallud kunlarini 75 yilligini nishonlayapmiz. Ularni serqirra ijodlari nafaqat o'zbek musiqasiga, balki Markaziy Osiyo musiqa san'atiga juda katta hissasini qo'shgan. Bilasizki, Mustafa Bafoyevning xizmatlari juda katta va ular dirijorlik faoliyatini ham olib borganlar. Ularning xizmatlari juda kattaki, Oltin fondimizni deyarli 80% asarlari ularning mehnati bilan ro'yobga kelgan. Mana hozirgina konsert dasturida O'zbekiston xalq artisti Muyassar Razaqovaning o'zi aytdiki, 25 dan ortiq qo'shiqni Oltin fondga Mustafa Bafoyevning ijodi bilan birgalikda qilganmiz, mehnati bilan qilganmiz deb e'tirof etdilar. Bu demak anglatadiki, xalq artistlari ham bizning Mustafa Bafoyev professor domlamizning mehnati, ularning ijodiy yutuqlari hisoblanadi. Biz ularning bugungi kungi bayramlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. موسیقیدان‌های جهان اپرا را قله بلندی ایجادی می‌شمارند. از این رو به استعداد و صلاح دید کمپوزیتور با اپر او بها داده می شود. اپراهایی که با مرور زمان به اثرهای حیاتی تبدیل می یابند از دل و دیدگان تماشابینان جای می گیرند. اپر عمر خیام که سال 1994 آفریده شده است از جمله چنین اثرهاست. موسیقی شناسان وقتی از آن بهره برداری کردند گفتند که از بین اپراها خوبترین اپره ازبک است. مصطفی بافایف بخشیده با زادگاه کهنش اثرهای زیاد ایجاد کرده است. هفت‌پیر، بخارای شریف،
بخارچه، 7 لطیفه نصرالدین افندی که بازگوی احترام او به این سرزمین می باشد. این شب یک شب نیک بوده است، شب خوش و خرسندی، شب ایجاد. انا 75 به درآمد آمدیم، خودم هم نفهمیدم چقدر درآمد آمد. خیلی شما شرافت خان میدونید 50 سالگی من وای کردم، افتخار کردم، 60 سالگی، 70 سالگی، یعنی 75 شد. انا هر روز یک اثر نو می نویسم، اپرا می، بالت می، کنسرت می، سرود می. خدا با شکر الحمدلله ایجاد هست. برای همین من خرسندم که کامپوزیتور شدم. دنیا با کامپوزیتور آمدگیم بسیار خرسندم. امیدم اولا هست بسیار اثرها می نویسم، اثرهای بسیار نو می نویسم. خصوصی اثرها نیستم برای خلقی ازبک و تاجیک. دو ملت بزرگ، برادر، دوست، من جانم فدا. هواداران ایجادات مصطفی بافایف در شب نشینی از نمونه های ایجادی او که از طرف آوازخوانان با استعداد اجرا شد بهره برداری کردند. مرا دستان بکار و دل بیار است، طلوعی وقتم از پروردگار است. مرا من تعلیماتی نقشبندی است، از این رو کاربارم را برار است. کلامی رو دکی خواند بخارا، مقامی رو دکی داند بخارا. شو اشعاری همیشه سرشایی، در عالم ناودان ماند بخارا. بخارا بخارای شریفی من بخارا. شما در مهربانی من بخارا، امید و آرمانی من بخارا. منم دل داده حسن و جمالش، بهاری به خزانی من بخارا. هر آن کس نامی تو گوید و تکرار، زبانش می شود شهد و شکربار. ز قصر و کشکایت هم زیادت، عزیزان و بزرگانت و مقدار. بخارا ای بخارا، بخارای شریفی من بخارا. لبی حفظت صفایی تازه دارد، چون آمد شهرت و آوازه دارد. هر آن کس که در آنجا ساعت شیش، سرور و ذوق بی اندازه دارد. تو را سامانیان مأمور کردم، چو تاریکنده از نو جور کردم. خدایا جایشان با داد
افکندند و دنیا نام تو مشهور کردند. بخارا ای بخارا، بخارای شریفی من بخارا. بخارای شریفی من بخارا. بخارای شریفی من بخارا. بخارای شریفی من بخارا. بخارا بخارا بخارا